سلام بچه‌ها، چطورین؟ ما میخوایم توی این جلسه بیایم یه سری فونت‌های روی سیستممون نصب بکنیم. وقتی توی مثلا یه فایل ورد داریم تایپ میکنیم، اون متونی که داریم مینویسیم حاوی یه شکل‌ها یا یک نحوه‌ای از در واقع متن هستن که شکل خاصی دارن. این شکل‌ها میگن فونت. هر چقدر که شما بیاین فونت‌های جدیدتر و زیباتری رو توی سیستمتون نصب بکنید، متن‌های شما زیباتر خواهد شد. و حتی به هر حال ممکنه مثلا شما بیاین یه متنی رو بخواید بنویسین توی سازمان، توی اداره یا توی دانشگاه که به شما گفته میشه باید فونت خاصی رو حتما این متن داشته باشه. پس شما باید یاد بگیرید این فونت‌ها رو نصب بکنید روی سیستمتون و از اونها استفاده بکنید. بریم با هم ببینیم. دوستان، توی این جلسه می‌خوایم در مورد فونت‌ها صحبت بکنیم، چطوری دانلودش کنیم، چطوری نصبش کنیم، چطوری ازش استفاده بکنیم. اما قبلش بدونیم که اصلا فونت‌ها چیا هستن. زمانی که شما با علائم نوشتاری کار دارید و می‌خواید یه سری متونی رو بنویسین، بلکه این متون حاوی یه استایل خاصی باشه، حاوی یک شکل و علائم خاصی باشه، ما باید بیایم مثل فونت‌های نصب بکنیم. مثلا من الان میام و بر اساس حالت پیش‌فرض خود ورد یه متن می‌نویسم. مثلا سلام، من کیانی هستم. مثلا ببینید این میشه با یک فونت خاصی که اینجا داریم اسمشو میبینیم. این تو قسمت فونت ها توی ورد نشه فونت. و حالا اگر که من بیام این فونت رو تغییر بدم، همونطور که میبینید شکل های این نوشتار من تغییر میکنه که خب به هر حال میتونه از نظر زیبایی شناختی برای من مهم باشه. مثلا ببینید اینا هر کدوم متفاوت هستن. زمانی که ما ویندوزمون رو عوض میکنیم و تازه سیستممون رو راه اندازی میکنیم، فونت‌ها روی سیستم ما نصب نیستن و ما باید اونها رو عوض کنیم و بیایم یه فونت جدید رو روش نصب بکنیم. همینطور ممکنه شما در حین کار بخواید یه فونت جدید داشته باشین و اون رو چطوری باید بیایم و اضافه بکنیم. دقت هم داشته باشین که این مسئله فونت فقط توی ورد مطرح نیست. توی فتوشاپ هم یا تو هر نرم افزاری که با متن در واقع کار می‌کنیم و با علائم نوشتاری کار می‌کنیم، فونت‌ها مهمن و ما تو همه این نرم افزارها چیزی به اسم فونت خواهیم داشت. ببین اینجا مثلا دوره اینجا فونت ها رو داریم میبینیم، مثل توی ورد اینجا هم فونت وجود داره. چطوری باید نصبشون بکنیم، چطوری باید دانلودشون بکنیم؟ یک، فونت ها رو میتونید از سایت فونتیاب استفاده بکنین. این سایت خوبیه و انواع و اقسام فونت ها رو داره. حتی بعضی از فونت ها برای در واقع حالا خرید و اینها هستن که میتونید شما بیاین و تهیه‌شون بکنید، که این دیگه برمیگرده به اینکه جستجو کنین و فونت مورد علاقه خودتون یا مورد نیاز خودتون رو پیدا بکنید. اینجا همونطور که می‌بینید یه حالت دموی از اون فونت رو داره بهمون نشون میده. میگه اگر که مثلا فونت رو نصب کردید چطوری میشه. هم حالت مثلا فرض کنید بولدش، هم حالت غیر بولدش رو داره بهمون نشون میده. باید بیام سرچ کنم ببینم این فونت رو دارم یا ندارم. حالا من به عنوان مثال اینجا فونت مثلا بی زیبا رو میخوام بیام و دانلود بکنم. از این فونت خوشم، روش کلیک میکنم، زده دانلود فونت میزنم و ثبت میکنم که دانلود انجام بشه. همونطور که میبینید باید یه چند ثانیه صبر بکنیم تا دانلود انجام بشه. خب الان برای من دانلود انجام شد. بیایم اینجا و اون فونتی که دیدی در واقع دانلود کردیم رو با هم ببینیم. خب بچه‌ها اینجا همونطور که میبینید در قالب فایل زیپ داریم این فونت رو میبینیم، بی زیبا. خب من قبلا نرم افزار وینرر رو بهتون یاد داده بودم، حتما اون نرم افزار رو نصب بکنید، داشته باشین. من میام اینجا اکسترکتش میکنم و از حالت فشرده خارجش میکنم، میزنم روش و این میشه فونت من. بچه این میشه فونت من. میتونم چند تا روش رو بهتون پیشنهاد بدم برای نصبش که حالا همه رو بهتون توضیح میدم. روش اول، وقتی روی فونت میزنیم اینستال رو که بزنیم روی سیستم ما نصب میشه. روش دوم، وقتی روش کلیک میکنیم دوباره اینجا اینستال داریم که اگر اینستال رو بزنیم نصب میشه. پس اینا همشون میتونه داشته باشه. حالا مثلا ممکنه من بیام 300 تا فونت دانلود بکنم، حالا یه دونه فونت دیگه، اما حالا 300 تا دونه فونت من دارم که این 300 تا دونه فونت خب تعدادشون خیلی زیاده دیگه. اینا رو باید چیکار بکنم؟ فرض کنیم حالا یه دونه است ولی فرض کنیم حالا 300 تا بود. چیکار باید بکنیم؟ خیلی راحت میایم توی قسمت کنترل پنل. توی قسمت کنترل پنل که وارد شدیم یه قسمتی هست به اسم فونت. فونتامون اینجاست، میزنیم روش.
اینا همه فونت هایی هستن که فعلا مثلا روی سیستم من نصبن و فرض کنیم ما تعدادی فونت رو کپی پیست میخوایم بکنیم، میگیریم و کپی پیست میکنیم. همین که کپی پیست شد دوستان عزیزم دیگه این فونت روی سیستم من نصب میشه. دقت کردین؟ و میتونم اینو ببندم. خب مثلا من الان اینجا اسم فونت رو دارم، حالا میام اینجا مثلا میخوام از این فونت استفاده بکنم. ببین الان با این فونت من اومدم و فونت متنم رو تغییر دادم، نصب شد برای من. پس اتوماتیک براتون روی ورد و فتوشاپ یا حالا هر جای دیگه خیلی راحت نصب میشه و روی سیستمتون سوار میشه. پس 3 تا روش داشت، یه مرور بکنیم. 3 تا روش داشت برای نصبش. حالت اول روش کلیک میکنیم این استال میزنیم، دوباره روش کلیک میکنیم این استال میزنیم و بهترین روشش اگه تعداد زیادی فونت داریم، چون برای ما من نمیخوام یکی یکی دانلود کنیم، ممکنه مثلا 200 تا فونت از قبل داشته باشیم، همه رو با هم کپی پیست میکنیم توی قسمت فونت در قسمت کنترل پنل. به همین راحتی تونستیم این کار رو انجام بدیم. خب اینم از این. امیدوارم خوشتون اومده باشه. ویدیو لایک کنید که واسه حمایت از ما میشه. بچه‌ها کانال دنبال داشته باشین چون میخوام کامل ترین آموزش‌های نرم افزاری در داخل ایران رو به زبان فارسی بهتون یاد بدم. آپدیت و جدید باشه و تمام مشکلات نرم افزاری ایران رو میخوایم با این کانال برطرف بکنیم. دوست دارم. بدرود.